اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. خداوند جز او معبودی نیست، زنده و به خود پاینده است. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. کتاب را بر حق به تو نازل گردانید، کتابی را که تأیید کننده کتبی است که پیش از آن آمده است، و از آن پیش تورات و انجیل را برای هدایت مردم نازل گردانید و نیز فرقان یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل را نازل گردانید. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. کسانی که از آیات خدا انکار ورزیدند بیگمان برایشان عذاب شدید است و خداوند صاحب قدرت منعی و انتقام گیرنده است. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واقعا بر خداوند هیچ چیزی در زمین و در آسمان پوشیده نیست. الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. او ذاتی است که شما را در رحم مادران هر طوری که بخواهد تصویر می کند. جز او هیچ معبودی نیست، صاحب قدرت منی و با حکمت است. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. او ذاتی است که بر تو کتاب را نازل گردانیده است که قسمتی از این آیات محکم یعنی واضح و روشن است. اینها اساس کتابند و قسمت دیگر متشابه است یعنی ظاهرا واضح و روشن نیست. پس کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه انگیزی و به قصد تأویل قسمت از آن را که متشابه است بدون در نظر داشت آیات محکمی که در زمینه آمده است پیروی می کنند، در حالی که جز خدا کسی دیگر تأویل آن را نمی داند. آنانی که در علم ثابت قدم هستند می گویند ما به این کتاب ایمان آوردیم، همه آن از جانب پروردگار ماست و جز دانشمندان هیچ کس پند نمی گیرد، یعنی مفهوم این پیام را درک کردن نمی تواند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آنها میگویند پروردگار ما پس از آن که ما را هدایت نمودی دلهای ما را منحرف مگردان و به ما از نزد خود رحمت عنایت فرما، حقا که تو تنها تویی بسیار بخشاینده.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ای پروردگار ما، بیگمان تو جمع کننده مردمی در روزی که در آن شکی نیست. حقا که خداوند وعده خود را خلاف نمی کند. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. کسانی که کافر شدند، نی داراییشان و نی اولادشان هرگز ایشان را از خداوند بی‌نیاز نمی سازد و همین هایند آتشگیره دوزخ. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. عادتشان مانند عادت فرعونیان و کسانی می باشد که پیش از آنها بودند. ایشان آیات ما را تکذیب کردند، پس خداوند آنها را به گناهانشان گرفت و خداوند سخت مجازات دهنده است. قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. کافران بگو به زودی مغلوب می شوید و به سوی دوزخ حشر می گردید و چی بد مسکنی است دوزخ. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حقا که برای شما در دو دسته‌ای که با هم در کارزار روبرو شدند نشانه‌ای بود. یک دسته در راه خدا جنگ می کرد و دسته دیگر کافر بود. آنها یعنی کافران ایشان را یعنی مسلمانان را به چشم خود دو برابر تعدادشان می دیدند و خداوند هر کی را بخواهد به یاری خود تأیید می کند. حقا که در این رویداد برای مردم صاحب بینش پندی است. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. برای مردم محبت چیزهای مرغوب از قبیل زنان و فرزندان، ذخایر توده شده از طلا و نقره و اسبهای نشانی شده یعنی اصیل، مواشی و زمینهای صالح و زراعت زیبا و جلوه داده شده است. این است متاع زندگی دنیا، در حالی که سرانجام نیک در نزد خداوند است. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصیر بالعباد. بگو آیا شما را به چیزی که از این هم به شما بهتر است مژدگانی دهم؟ برای پرهیزگاران در نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارهای جریان دارد. در آن جودانه به سر میبرند و همسران پاکیزه است و خوشنودی خداوند و خداوند به بندگان خود بیناست.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. و آنانی که میگویند پروردگار ما، واقعا ما ایمان آوردیم، پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نجات بده. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یعنی شکیبایان، راستگویان، فرمانبرداران، خرج کنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خداوند گواهی داد بر اینکه جز او معبودی نیست و فرشتگان و کسانی که از علم بهره اندوز هستند نیز، در حالی که خداوند به عدالت قائم است. جز او معبودی نیست. او صاحب قدرت منی و با حکمت است. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. حقا که دین در نظر خداوند اسلام است و کسانی که به ایشان کتاب داده شده بود در آن اختلاف نکردند مگر بعد از آن که به ایشان علم حاصل شد، آن هم به خاطر حسدی که در میان خود داشتند. و کسی که از آیات خداوند انکار ورزد، پس بیگمان خداوند در حساب گرفتن سریع است. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هرگاه ایشان با تو مجادله کنند بگو من خود را به خدا تسلیم کرده ام و هر که پیرو من است نیست. و به اهل کتاب و امی ها یعنی آنانی که فاقد دانشند بگو آیا شما هم خود را تسلیم کردید؟ پس اگر خود را تسلیم کنند واقعا هدایت شده اند و اگر رو گردانیدند پس وظیفه تو رسانیدن پیغام است و خداوند بر بندگان بیناست. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بیگمان کسانی که از نشانه‌های خداوند انکار می‌کنند پیامبران را به ناحق می‌کشند و کسانی را نیز می‌کشند که مردم را به عدالت امر می‌کنند، ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ایشان کسانی اند که اعمالشان در دنیا و آخرت ضایع گردیده است و برای ایشان مددگاری نیست. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آیا تو به سوی کسانی ندیدی که به ایشان حصه از کتاب داده شده است در حالی که به سوی کتاب خدا دعوت می شوند تا در بینشان حکم کند
بعد از آن گروهی از ایشان از حکمیت روی برمیگردانند در حالی که از حق اعراض کننده‌اند. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. این سبب است که گفتند هرگز ما را آتش بغیر از چند روز محدود لمس نمی کند. ایشان را افتراهایشان در برابر دینشان فریب داده است. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس حال ایشان چه خواهد بود که در روزی آنها را جمع کنیم که در آن شکی نیست و به هر کس چیزی که کسب کرده است تماما پرداخته شود و به ایشان ستم نمی شود. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. بگو بار خدایا ای مالک پادشاهی، به هر که خواهی پادشاهی میدهی و از هر که خواهی پادشاهی را باز میگیری. هر که را خواهی عزت میدهی و هر که را خواهی ذلیل میگردانی. خیر به ید توست، حقا که تو بر هر چیز توانایی. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شب را به روز داخل می کنی و روز را به شب داخل می کنی. زنده را از مرده بیرون می کنی و مرده را از زنده بیرون می کنی و هر که را خواهی روزی بیشمار می دهی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان نباید جز مؤمنان کافران را دوست و سرپرست خویش گیرند و هر کسی چنین کند پس از دوستی خدا برای او چیزی نیست، یعنی رابطه خود را از خدا گسسته است، مگر آنکه از ایشان به نوعی بترسید و خداوند شما را از خشم خود برحذر می سازد و بازگشت به سوی خداست. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر. بگو اگر چیزی را که در دل شماست پنهان کنید یا آن را آشکار سازید، خدا آن را می‌داند و آنچه را در آسمان ها و آنچه در زمین است می‌داند و خداوند بر هر چیزی تواناست. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
روزی که هر شخص هر کاری نیکی را که انجام داده حاضر شده می‌یابد و نیز هر عمل ناشایسته را آرزو می‌کند ای کاش بین او و اعمال ناپسند او فاصله طولانی می بود. خداوند شما را از خشم خود برحذر می‌سازد. خداوند به بندگان خود بسیار مهربان است. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. بگو اگر شما خداوند را دوست دارید پس مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد. خداوند آمرزنده و مهربان است. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. بگو خدا و رسول او را فرمان برید. پس اگر ایشان روی گردانیدند در آن صورت خداوند کافران را دوست ندارد. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. حقا که خداوند آدم، نوح، خانواده ابراهیم و خانواده عمران را بر همه جهانیان برگزید. ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم. دودمانی که بعضشان از نسل بعضی دیگرشان بودند و خداوند شنوا و داناست. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السمیع العلیم. به خاطر آورید وقتی را که زن عمران گفت ای پروردگار من، آنچه را در شکم من است آزاد از همه مسائل دنیوی به تو نذر کردم، لذا از من بپذیر، تو بیگمان شنوا و دانا هستی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انگامی که او را زاد گفت پروردگار من دختری زادم و خداوند بهتر میدانست که او چی زاده است و به هیچ وجه آن پسر مانند این دختر نیست. من او را مریم نام نهاده ام و من او و اولادش را از شیطان مردود در پناه تو قرار میدهم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. پس پروردگارش آن را به قبول نیکو پذیرفت. خداوند او را پرورش نیکو داد و زکریا را سرپرستش ساخت. هر باری که زکریا به محراب یعنی حجره عبادت مریم برای دیدنش داخل می شد نزدش روزی می یافت. گفت ای مریم این برای تو از کجا می آید؟ مریم گفت این از جانب خداست. حقا که خداوند به هر کسی که بخواهد روزی به شمار می دهد.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء. در آن هنگام زکریا به پروردگار خود دعا کرد و گفت ای پروردگار من، تو از نزد خویش به من فرزندی پاکیزه ببخش، حقا که تو شنونده دعایی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. پس در حالی که وی در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان وی را چنین صدا کردند: بیگمان خداوند تو را به یحیی مژده می‌دهد که تصدیق کننده کلمه از جانب خداوند است و بزرگمنش است و پاک دامن و پیامبری است از زمره صالحان. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا گفت ای پروردگار من، چگونه من صاحب فرزندی خواهم شد در حالی که پیری به سر وقت من رسیده و زنم نازای است؟ خداوند فرمود به همین گونه خداوند هر آنچه را بخواهد میکند. قال رب اجعل لي آیه قال آیتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زکریا گفت ای پروردگار من، برایم نشانه مقرر گردان. خداوند فرمود نشانه تو آن است که 3 روز با مردم حرف زده نخواهی توانست مگر به اشاره، و پروردگارت را بسیار یاد کن و در شام و صبح به پاکی یاد کن. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. به یاد آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را برگزیده و تو را پاکیزه ساخته و تو را بر زنان جهانیان برگزیده است. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ای مریم، پروردگارت را به اخلاص پرستش کن، سجده نما و با رکوع کنندگان رکوع کن. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. این از خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنیم و در آن وقتی که ایشان قلمهای خود را برای قرعه میانداختند تا معلوم شود که کدام یک ایشان متکفل تربیت مریم میشوند، تو نزد ایشان نبودی، و هم در وقتی که آنها در زمینه با یکدیگر مناظره کردند تو نزد ایشان نبودی. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. به یاد آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم، حقا که خداوند تو را به کلمه از جانب خود بشارت می دهد. نام او مسیح است، عیسی پسر مریم،
که هم در این دنیا و هم در آخرت آبرومند بوده و از مقربان است. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. و با مردم هم در گهواره و هم در بزرگسالی سخن میگوید و از صالحان است. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم گفت ای پروردگار من، از کجا من صاحب فرزندی می شوم در حالی که بشری به من تماس نکرده است؟ گفت خداوند آنچه را اراده نماید چنین می آفریند و چون امری را دستور دهد پس بیگمان به آن می گوید شو و آن می شود. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. و خداوند به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و او را به حیث پیامبر به بنی اسرائیل با این پیام می فرستد که من بیگمان به شما با معجزه از پروردگار شما آمده ام که از گل به شما شکل پرنده می سازم، سپس در آن می دمم و به اذن خداوند پرنده می گردد و من به اذن خدا آنانی را که کور مادرزاد یا پیسند شفا و مرده را جان می دهم و من از چیزی که آن را می خورید و از آنچه در خانه های خود ذخیره می کنید به شما خبر می دهم. براستی اگر شما باور دارید این معجزه ها برای شما نشانه روشنی است برای این که من واقعا پیامبر می باشم. و مصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. و من به سوی شما آمده ام تا تصدیق کننده تورات باشم که پیش از من بود و برای شما قسمتی از آنچه را که قبلا بر شما حرام شده بود حلال گردانم و به شما معجزه را از پروردگار شما آورده ام، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را پرستش کنید، این است راه راست. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. چون عیسی از ایشان یعنی یهودیان احساس کفر کرد گفت مددگاران من در راه خدا چی کسانی خواهد بود؟ حواریون گفتند ما مددگاران راه خداوند هستیم، به خداوند ایمان آوردیم
و تو گواه باش که ما مسلمانیم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. پروردگار ما، به آنچه تو فرستاده ای ایمان داریم و رسول را پیروی می کنیم، پس ما را از زمره گواهان بنویس. ومكروا ومكر الله والله خیر الماکرین. و یهودیان برای از بین بردن عیسی دسیسه چیندند و خداوند این دسیسه را دامنگیر خودشان ساخت و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. و به خاطر آور وقتی را که خداوند گفت ای عیسی من تو را برگیرنده ام و به سوی خود بالا برنده و تو را از اتهامات کافران پاک سازنده و کسانی را که تو را پیروی می کنند تا روز رستاخیز بر کافران برتری دهنده ام. سپس بازگشت شما به سوی من است و در بین شما در موضوعاتی که در آن اختلاف می ورزیدید داوری می کنم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اما کافران من ایشان را به عذاب سخت در این دنیا و در آخرت عذاب می کنم و برای ایشان هیچ مددگاری نیست. و اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پس خداوند مزد ایشان را کامل می دهد و خداوند ستمگاران را دوست ندارد. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. این چیزی است که ما بر تو از آیات و یادآوری حکمت می خوانیم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بیگمان مثال عیسی نزد خداوند مانند مثال آدم است. او را از خاک آفرید سپس به او گفت شو پس شد. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. حق همان است که از جانب پروردگار توست پس از شک کنندگان مباش. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پس هر کی در این مسئله بعد از آن که به تو علم حاصل شد با تو منازعه کند پس بگو بیایید برای مباهله فرزندان خود و فرزندان شما را و زنان خود و زنان شما را خود و شما را می‌خوانیم سپس با تضرع و خلوص نیت دعا کنیم و بر آنانی که دروغ میگویند لعنت خدا را میفرستیم. این هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزیز الحکیم.
بدون شک اینها قصه های راستی نیست و هیچ معبودی بغیر از خدا نیست و بیگمان خداوند هم اوست صاحب قدرت منی و صاحب حکمت. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اما اگر از مباهله روی برتابند پس خداوند به حال مفسدان آگاه است. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بگو ای اهل کتاب بیایید به سخنی که بین ما و شما مشترک است همزبان شویم که بغیر از خدا کسی دیگر را نپرستیم، هیچ چیزی را به او شریک نیاوریم، بعضی از ما بعضی دیگر را جز خدا به خدایی نگیرد. پس اگر اهل کتاب روی برتابند پس شما بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم، یعنی به اراده خداوند تسلیم می باشید. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ای اهل کتاب چرا در مورد ابراهیم منازعه می کنید در حالی که تورات و انجیل نازل نگردید مگر بعد از او؟ آیا شما نمی فهمید؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آگاه باشید شما کسانی هستید که در موضوعاتی که در آن کمی معلومات دارید منازعه کردید، اما چرا در مسائل منازعه می نمایید که درباره آن معلوماتی ندارید؟ خداوند می داند و شما نمی دانید. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم نه یهودی بود و نه هم نصرانی، بلکه او یکتاپرست واقعی و مسلمانی بود و از زمره مشرکان نبود. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بدون شک کسانی به ابراهیم نزدیکترند که از وی پیروی کردند و این پیامبر و مسلمانان نیز و خداوند کارساز مؤمنان است. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فرقه از اهل کتاب می خواستند که اگر بتوانند شما را گمراه سازند، اما ایشان شما را نه بلکه خودشان را گمراه می سازند و ایشان درک نمی کنند. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ای اهل کتاب چرا از آیات خداوند انکار می ورزید در حالی که خود شما با آن گواه هستید؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل می آمیزید و حق را پنهان می کنید در حالی که می دانید؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. گروهی از اهل کتاب گفتند در اول روز به آنچه به مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز از آن انکار ورزید تا شاید مسلمانان به شک افتند و بازگردند. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. هیچ کسی را تصدیق نکنید مگر آنکه دین شما را پیروی کند. بگو هدایت راستین همانا هدایت خداوند است. شما را حسد بر این داشته است که این چنین دسیسه به کار برید که می بینید به کسی همان چیزی داده شده که به شما داده شده است، یا از این می ترسید که مبادا در نزد پروردگار شما در برابر شما حجت آورند. بگو واقعا فضل به ید خداوند است، به هر کسی که بخواهد آن را می دهد و خداوند گشایشگری داناست. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. و هر کسی را که بخواهد به رحمت خیش اختصاص می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. و در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر نزدشان ثروتی بسیاری را به امانت بگذاری آن را به تو با میل و آسانی ادا می کنند، و در میان ایشان کسانی نیز هستند که اگر نزد ایشان 1 دینار را هم به امانت بگذاری آن را به تو باز نمی دهند مگر اینکه پیوسته بر آن مراقب باشی. این سببی است که ایشان می گویند در پایمال کردن حق این امیها هیچ مسئولیت متوجه ما نیست، و ایشان بر خداوند دروغ می بندند در حالی که ایشان حقیقت را می دانند. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. آری، هر کسی را که به پیمان خیش وفا کند و پرهیزگار باشد پس بیگمان خداوند پرهیزگاران را دوست می‌دارد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بیگمان کسانی که به عهد خدا و سوگندهای خیش پول ناچیزی را به دست می آورند ایشان بهره‌ای در آخرت ندارند و نی خداوند با ایشان سخن می گوید و نی به سوی آنها در روز قیامت به مهربانی نظر می کند و نی ایشان را از گناه پاک می سازد
و برای ایشان عذاب دردناک است. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بیگمان در میان ایشان گروهی هستند که زبان خیش را به خواندن مطالب خود ساخته از کتاب می پیچانند تا شما آن را از کتاب بپندارید، در حالی که آن قسمتی از گفته هایشان از کتاب نیست، و می گویند این نزد خداوند است، در حالی که این نزد خداوند نیست، و خداوند دروغ می بندند در حالی که ایشان حقیقت را می دانند. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. برای بشری که خداوند کتاب، حکمت و پیامبری داده، به او هیچ سزاوار نیست که به مردم بگوید شما بندگان من باشید و نی بندگان خدا، بلکه میگوید شما مردم خدایی باشید چون کتاب را تعلیم داده اید و چون آن را خوانده اید. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. و شما را امر نمی کند که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا او شما را به کفر امر می کند بعد از این که مسلمان شدید؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. و به یاد دارید وقتی را که خداوند پیمان استوار از پیامبران گرفت که چون به شما از کتاب و حکمت دادم، بعد از آن به شما پیامبر آمد که تصدیق کننده همان چیزی بود که با شما است، باید به او ایمان آورید و باید که او را مددگاری کنید. سپس خداوند گفت آیا اقرار کردید و به این پیمان مرا گرفتید؟ گفتند اقرار کردیم. خداوند گفت پس گواه باشید و من با شما زمره گواهان هستم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. پس کسی که بعد از این برگردد، این مردم همین هایند فاسق. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. آیا به جز دین خدا دین دیگر را می طلبند؟ در حالی که همه کسانی که در آسمان ها و زمین اند به خوشی و ناخوش خود را به او تسلیم کرده اند، یعنی اسلام را پذیرفته اند و به سوی او بازگردانیده می شوند. قل
آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگو ما به خداوند و به آنچه به ما نازل شده و به آنچه به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و قبایل یعنی بازماندگان یعقوب وحی شده و به آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است ایمان داریم، در میانشان فرقی نمیگذاریم و ما به او تسلیم هستیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. و کسی که جز اسلام دینی را بجوید پس هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. چگونه خداوند قومی را هدایت می کند که بعد از ایمان آوردن خود کافر شد و بعد از اینکه گواهی دادند بر اینکه پیامبر بر حق است و بعد از اینکه به ایشان نشانه های روشن آمد و خداوند قوم ستمگاران را هدایت نمی کند. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ایشان جزایشان این است که از طرف خدا، فرشتگان و همه مردم بر ایشان لعنت می شود. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. ایشان در این حالت همیشه به سر میبرند، نه عذابشان تخفیف داده می شود و نه هم به ایشان مهلت داده می شود. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و خود را اصلاح نمودند، پس حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بیگمان آنهایی که بعد از پذیرش ایمان کافر شدند و بعد از آن بر کفر افزودند هرگز توبه ایشان قبول نمی شود و ایشان واقعا گمراه اند. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بیگمان کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند پس هرگز از هیچ یکی از ایشان اگرچه زمین را از طلا هم پر کنند این فدیه ایشان برای نجات از عذاب پذیرفته نمی شود. اینها برایشان عذاب دردناکی است و برایشان مددگاری نیست. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. هرگز به کمال خیر نمی رسید تا از آنچه دوست دارید در راه خدا خرج کنید و آنچه را که شما می دهید حقا که خداوند با آن آگاه است. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تمام خوردنی ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل یعنی یعقوب خودش پیش از این که تورات نازل شود بر خود حرام کرد. بگو پس تورات را بیاورید و آن را بخوانید اگر شما صادق هستید. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پس هر که بعد از این دروغی را به خداوند نسبت دهد پس آن گروه واقعا ستمگارند. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بگو خداوند راست میگوید پس کیش ابراهیم یکتاپرست را پیروی کنید و او از مشرکان نبود. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. حقا نخستین خانه که برای مردم مقرر شد همان است که در مکه مبارک است و مایه هدایتی است برای جهانیان. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. در آن نشانه های روشنی است و از جمله مقام ابراهیم. هر کسی در آن درآید در امان می باشد. برای خدا بر مردم حج خانه کعبه فرض است برای کسی که توان رفتن به سوی آن را دارد و کسی که کافر شود پس بیگمان خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا از آیات خداوند انکار می کنید در حالی که خداوند شاهد اعمال شماست. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده است از راه خدا باز می دارید یعنی آن را نادرست جلوه می دهید در حالی که شما شاهد حقانیت آن هستید و خداوند از آنچه می کنید هرگز غافل نیست. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ای مؤمنان اگر گروهی را از اهل کتاب فرمان برید شما را بعد از ایمان شما به کفر باز می گردانند. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم. و چطور کافر می شوید در حالی که به شما آیات خداوند خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر که به دین خدا چنگ زند پس واقعا به راه راست هدایت شده است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای مؤمنان، از خدا به حق ترس او بترسید و نمیرید مگر در حالتی که مسلمان باشید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. و همه یک جا بر حسن خدا چنگ زنید و پراگنده مشوید و نعمتی را که خدا به شما ارزانی کرده به یاد آرید هنگامی که شما دشمنان یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت افکند. پس به برکت نعمت او برادر یکدیگر شدید و شما بر کناره گودالی از آتش قرار داشتید. پس شما را از آن نجات داد. به این ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما راه یابید. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. باید که در بین شما جماعتی باشند که مردم را به خیر فرا خوانند و امر به معروف کنند و از کارهای ناپسند باز دارند و هم ایشانند رستگار. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم. و مانند کسانی نباشید که بعد از آن که به ایشان نشانه‌های روشن آمد پراگنده شدند و بین خود به اختلاف پرداختند. برای ایشان عذابی است بزرگ. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. روزی که روحهای سفید شود و روحهای سیاه گردد، پس کسانی که روحهایشان سیاه گردید به ایشان گفته می شود آیا بعد از ایمان خیش کافر شدید؟ پس به سبب آنکه کافر شده بودید عذاب را بچشید. و اما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اما کسانی که روحهایشان سفید گردید پس ایشان در رحمت خداوند بوده در آن جاودانه و سر میبرند. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. اینها آیات خداوند است که آن را به حق بر تو میخوانیم و خداوند به هیچ یک از جهانیان ستمی نمیخواهد. ولله ما في السماوات وما في الأرض
وإلى الله ترجع الأمور. هر آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن خداست و همه کارها برای فیصله به خداوند بازگردانیده می شود. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شما بهترین امتی هستید که برای خیر مردم بیرون آورده شده است. به کار پسندیده امر و از کار ناپسند منع می نمایید و به خداوند ایمان دارید. اگر اهل کتاب ایمان می آوردند این کار به خیر ایشان بود. بعضی از ایشان مسلمانند و بیشترشان فاسقند. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. با شما جز اذیت اندک هرگز زیان رسانیده نمی توانند. اگر با شما جنگ کنند با شما پشت می گردانند و سپس به ایشان هیچ کمکی نمی شود. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. به هر جایی که یافته شوند خیمه خواری بر ایشان زده شده است مگر آنکه بر رشته حمایت خدا یا بر رشته حمایت مردم چنگ زنند و به خشم خدا بازگشته اند و بر ایشان خیمه بینوایی زده شده است. این سببی است که ایشان از آیات خدا انکار می‌ورزیدند و به ناحق پیامبران را می‌کشتند. این سبب آن است که عصیان کردند و از حد می‌گذشتند. لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. همه ایشان یکسان نیستند. از اهل کتاب گروهی اند که به طرفداری حق ایستاده اند. ایشان آیات خدا را در آوان شب میخوانند و به خدای یکتا سجده میکنند. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. با خداوند و روز جزا عقیده دارند. مردم را به آنچه خوب است امر می کنند و از آنچه بد است منع می نمایند و در انجام اعمال ستوده از همگان پیش دستی می کنند و ایشان از زمره صالحانند. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هر خیری که انجام دهند به آنان ناسپاسی نمی شود و خداوند به حال پرهیزگاران آگاست. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بیگمان کافران نه داراییشان و نه هم اولادشان آنها را از هیچ چیزی از عذاب خدا بی‌نیاز ساخته میتواند و ایشان اهل دوزخند، در آن همیشه به سر میبرند. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال آنچه ایشان در زندگی این جهان خرج می کنند همانند بادی است که در آن سرمای سخت است و ناگاه به کشتزار کسانی رسد که بر خویشتن ستم روا داشته اند، پس آن را نابود کرد و خداوند بر ایشان ستم نکرده است بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم کرده اند. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ای مؤمنان، از غیر خودتان دوست همراز نگیرید که در خرابکاری به شما کوتاهی نمی کنند، رنج شما را دوست دارند. واقعا بغض از گفتار دهانشان آشکار است، ولی آنچه را دلهایشان پنهان می کند بزرگتر است. حقا که ما برای شما آیات را بیان کردیم اگر خردمند هستید. ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. این شما هستید که ایشان را دوست دارید اما ایشان شما را دوست ندارند، در حالی که شما به تمام کتاب ایمان دارید. هنگامی که شما را ملاقات کنند میگویند ما ایمان آوردیم، اما وقتی که تنها میشوند از خشم بر شما سرانگشتان خود را میگزند. بگو به خشم خود بیمیرید، حقا که خداوند به آنچه در سینه ها است آگاه است. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اگر خوبی به شما عاید شود آنها را اندوهگین می سازد، ولی اگر به شما بدی برسد به آن خوش می شوند. و اگر شما ثابت قدم و پرهیزگار باشید دسیسه ایشان برای شما هیچ ضرری عاید کردن نمی تواند. بیگمان خداوند به آنچه ایشان می کنند احاطه دارد. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ والله سمیع علیم. بیادار وقتی را که از خانواده خود صبح وقت بیرون شدی تا مسلمانان را در سنگرهایشان برای جنگ جابجا کنی و خداوند شنوا و داناست. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بیادار وقتی را که دو دسته از شما
به سبب بزدلی خواستند سستی کنند و از جهاد بازگردند، در حالی که خداوند کارسازشان بود و مؤمنان باید همیشه بر خداوند توکل ورزند. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حقا که خداوند در بدر شما را مدد کرد در حالی که شما در چشم دشمن خوار بودید، بنابراین از خدا بترسید تا باشد که سپاسگزار شوید. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بیادار وقتی را که به مسلمانان می گفتی آیا برای شما کفایت نمی کند که خداوند شما را به 3,000 فرشته‌ای که خاص برای همکاری شما فرو فرستاده شده مدد کند؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. آری، اگر شما ثابت قدم بمانید و پرهیزگاری کنید، حتی اگر دشمن با شتاب بر شما یورش آورد، باز هم پروردگار شما را با 5,000 فرشته دارای نشانه های خاصی کمک می کند. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. و خداوند این مدد فرشتگان را نگردانید مگر مژده‌ای برای شما و تا دلهای شما آرامش یابد و به هر صورت مددی نیست مگر از نزد خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. تا دسته از کفار را نابود کند یا ایشان را چنان رسوا سازد که به نامرادی بازگردند. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. در این امر تو را هیچ اختیاری نیست، خواه خداوند توبهشان را بپذیرد یا آنها را عذاب کند، زیرا آنها واقعا ستمگارند. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هر آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن خداست. هر کی را بخواهد میامرزد و هر کی را بخواهد عذاب میکند و خداوند آمرزنده و مهربان است. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، سود را چندین برابر مخورید، از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. و از آتشی بترسید که برای کافران آماده شده است. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. خداوند و پیامبر او را فرمان برید تا باشد که مورد مرحمت قرار گیرید. وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. برای به دست آوردن آمرزش پروردگار خود و بهشت بشتابید که پهنای آن معادل تمام آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آنهایی که در رفاه و عسرت با دست و دل فراخ خرج می کنند و خشم خود را فرو می خورند و مردم را عفو می کنند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. و آنهایی که چون مرتکب عمل فحشا می شوند یا بر خود ستم می کنند پس خداوند را یاد می کنند و آمرزش گناهان خیش را می خواهند و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و بر گناهی که کرده اند اصرار نمی ورزند در حالی که می دانند. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اینهایند که پاداششان آمرزش است از جانب پروردگارشان و باغهایی که در زیر آنها جویبارها جریان دارد در آنجا جاودانه به سر میبرند و چی خوب است مزد این نیکوکاران. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حقا که پیش از شما نیز روش‌های زندگی وجود داشت، پس در زمین سیاحت کنید تا دریابید که سرانجام تکذیب کنندگان آیات خدا چگونه بود. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. این بیان است برای مردم و راهنمود و نصیحت است برای پرهیزگاران. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. و سست نشوید و اندوهگین مگردید، شما غالبید اگر واقعا مؤمن باشید. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر زخمی به شما رسیده یقین داشته باشید که زخم شبیه آن به آن مردم نیز رسیده است. چنین روزها یعنی نشیب و فرازها را بین مردم دست به دست می‌گردانیم تا خدا کسانی را که ایمان دارد معلوم کند و تا شما شهیدانی بگیرد و خداوند ستمگاران را دوست نمی دارد. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. و تا مسلمانان را پاک سازد و کفار را نابود گرداند. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. آیا گمان کردید که به بهشت داخل می شوید
پیش از آن که خداوند مجاهدان را از میان شما متمایز نساخته باشد و صابران را متمایز نکرده باشد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. شما واقعا مرگ را تمنا می کردید پیش از آن که با آن روبرو شوید، پس بیگمان آن را دیدید در حالی که با آن با بی‌تفاوتی می نگریستید. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نیست محمد مگر پیامبری، بسا پیامبران پیش از او گذشته اند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود به عقب میگردید؟ اگر کسی به عقب خود برگردد هیچ ضرری به خداوند رسانده نمیتواند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش میدهد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هیچ کس را توان آن نیست که بمیرد مگر به اجازه خداوند، سرنوشتی است تعیین شده. اگر کسی خواهان پاداش دنیا باشد ما به او از آن میدهیم و اگر کسی پاداش آخرت را بخواهد ما به او از آن میدهیم و ما به زودی سپاسگزاران را پاداش میدهیم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. چه بسا پیامبرانی که به همراهیشان مردان خداجوی بسیاری جنگیدند، پس به سبب مصیبت هایی که در راه خدا به ایشان رسید سستی نکردند و ضعیف نشدند و تسلیم نگردیدند و خداوند صابران را دوست می دارد. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. گفتار ایشان جز این نبود که گفتند پروردگار ما گناهان ما و زیاده روی را در کار ما بیامرز و قدمهای ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پس خداوند به ایشان پاداشی در این دنیا و پاداش نیک در آخرت داد و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ای مؤمنان اگر کافران را فرمان برید شما را به عقب شما باز می گردانند و سرانجام زیانکار می شوید. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. به آنها اعتماد نکنید بلکه خداوند حامی شماست و او بهترین مددگاران است.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. به زودی در دلهای کافران ترس می اندازیم از سبب اینکه به خدا شرک آوردند چیزی که خدا به آن دلیل نفرستاده است. جایشان آتش است و چی جای بدی است، جای ستمگاران. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. و براستی که خداوند وعده خود را بر شما راست گردانید در آن هنگامی که آنها یعنی دشمنان را به اذن او چابک می کشتید. این پیروزی تا هنگامی دوام کرد که سست شدید و در اطاعت از امر به منازعه پرداختید و نافرمانی کردید بعد از اینکه به شما چیزی را نشان داد که به آن رغبت داشتید. در میان شما کسانی بودند که مال و متاع دنیا را می خواستند و نیز در میان شما کسانی بودند که پاداش آخرت را می خواستند. سپس خداوند شما را از ایشان منصرف ساخت تا شما را آزمایش کند. بیگمان او شما را عفو کرد و خداوند به مؤمنان صاحب بخشایش است. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. بیاد دارید وقتی را که سراسیمه به بلندی بالا می رفتید و به کسی به عقب نمی نگریستید در حالی که پیامبر شما را به سوی کسانی فرا می خواند که به عقب شما مانده بودند. سپس خداوند شما را به اندوهی از پی اندوه جزا داد تا به از دست دادن مال غنیمت و مصیبتی که عاید حال شما شده اندوهگین نشوید. خداوند بیگمان به آنچه می کنید آگاه است. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بعد از این اندوه سپس خداوند آرامش را بر شما چیره گردانید. پینکی یعنی خواب کوتاه که دسته از شما را فرا گرفت
در حالی که گروه دیگر را اندیشه نجاتشان به خود مشغول ساخته بود. آنها گمانهای نادرست همچون گمانهای دوره جاهلیت می کردند و می گفتند آیا از این امر یعنی پیروزی چیزی نصیب ما می شود؟ بگو واقعا همه امور کاملا به اختیار خداست. چیزی را که به تو ظاهر نمی سازند به دل خود پنهان می کنند. با خود می گویند اگر برای ما از پیروزی بهره می بود در اینجا کشته نمی شدیم. بگو حتی اگر شما در خانه های خود هم می بودید، بیگمان کسانی که مرگ بر ایشان مقدر شده بود به جاهای مرگ خود می شتافتند. این همه برای آن بود تا خداوند آنچه را در سینه های شما است آزمایش و آنچه را در دلهای شماست تصفیه کند و خداوند به آنچه در سینه ها است آگاه می باشد. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. آن ایده از شما که در روز روبرو شدن دو جمعیت رو گردانیدند بیگمان شیطان بود که ایشان را به سبب بعضی از اعمال ناشایسته‌ای که انجام داده بودند لغزانید. بیگمان خداوند از ایشان درگذشت، حقا که خداوند آمرزنده و صاحب حلم است. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ای مؤمنان، شما مانند کافرانی نباشید که در حق برادران خود در هنگامی که به سیاحت بیرون می رفتند یا به جنگ مشغول می شدند می گفتند اگر ایشان با ما می پاییدند نمی مردند و کشته نمی شدند تا خداوند این گفته ها را سبب حسرت و پشیمانی در دلهایشان گرداند. و خداوند است که زنده می گرداند و می میراند و خداوند به آنچه می کنید بیناست. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. و اگر شما در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، آمرزش و مرحمت خداوند به مراتب بهتر از چیزهایی است که ایشان جمع می کنند. ولئن متم او قتلتم لإلی الله تحشرون. و اگر بمیرید یا کشته شوید همانا به سوی خدا حشر می شوید. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سپس به سبب رحمت خداوند نرم دل شدی. اگر تندخو یا سخت دل می بودی از اطراف تو پراگنده می شدند. پس از خطاهای ایشان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و با آنها در کارها مشوره کن و چون عزم کردی پس به خدا توکل نمای. واقعا خدا متوکلان را دوست می دارد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر خدا شما را پیروز سازد پس هیچ کس بر شما غالب شدن نمی تواند و اگر او شما را مدد نکند پس بعد از آن کیست که شما را مدد کند؟ و مسلمانان باید به خداوند توکل ورزند. وما كان لنبي أن يغل
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هیچ پیامبری نیست که چیزی را پنهان کند یعنی خیانت کند و کسی که چیزی را از مال غنیمت پنهان کند در روز بازپرس آنچه را در آن خیانت کرده می آورد. سپس به هر کس هر آنچه را کسب کرده است داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آیا کسی که خوشنودی خداوند را می جوید مانند شخصی است که به خشم خدا باز می گردد؟ جای او دوزخ است و چی بد جایی است دوزخ. هم درجات عند الله والله بصیر بما يعملون. هر یک از ایشان در نزد خدا درجات متفاوت دارند و خداوند به آنچه ایشان می کنند بیناست. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند بیگمان بر مسلمانان منت گذاشت هنگامی که به ایشان از میان خودشان پیامبری فرستاد که بر ایشان آیه های خدا را میخواند، ایشان را پاک میگرداند و به ایشان کتاب و حکمت میآموزد، اگرچه پیش از این در گمراهی آشکاری بودند. اولما اصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. آیا چون به شما مصیبتی رسید در حالی که دو چند آن مصیبت را به دشمنان رسانیدید باز هم گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو این از طرف خود شماست، حقا که خداوند بر هر چیز تواناست. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. مصیبتی که در روز روبرو شدن دو جمعیت به شما رسید پس به اجازه خداوند بود تا مؤمنان را مشخص گرداند. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. و هم منافقان را مشخص گرداند و چون به منافقان گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یا لااقل دشمن را از شهر خود دفع کنید، گفتند اگر جنگ را میدانستیم یقینا از شما پیروی میکردیم. در آن روز ایشان نسبت به ایمان به کفر نزدیکتر بودند، به دهنهای خود چیزهایی میگفتند که در دلهایشان نبود و خداوند به آنچه میپوشانند داناست. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. آنها یعنی منافقان خود از جهاد باز نشستند و آنگاه به برادران خود گفتند اگر از ما پیروی میکردند کشته نمیشدند. بگو اگر راستگو هستید پس مرگ را از خود دفع کنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا
بل احیاء عند ربهم یرزقون. کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگار خیش روزی داده می شوند. فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده است شادمانند و در صدد آن هستند که به بازماندگان خیش که تا هنوز با ایشان پیوست نشده اند مژده بدهند که برایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. و نعمت از جانب پروردگار و فضل وی مژده می دهند و این که خداوند هرگز مزد مؤمنان را ضایع نمی سازد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. آنهایی که حکم خدا و پیامبر او را بعد از اینکه به ایشان زخم رسید نیز اجابت کردند، برای نیکوکاران و پرهیزگارانشان مزدی بزرگ است. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آنهایی که چون مردم به ایشان گفتند مردم برای مقابله شما تجمع ورزیده اند، از ایشان بترسید. این سخن ایمانشان را قوی گردانید و گفتند خدا به ما کافی است و بهترین کارساز. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ایشان به نعمت و فضل خداوند به چنان حالتی بازگشتند که گویی هیچ زیانی به آنها نرسیده و خوشی خداوند را پیروی کردند و خداوند صاحب فضل بزرگ است. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. بیگمان این شیطان است که هواخواهان خود را می ترساند. از ایشان مترسید بلکه از من بترسید اگر ایمان دارید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. آنانی که به کفر می شتابند نباید تو را اندوهگین سازند. بدون شک ایشان هیچ ضرری به خدا نمی رسانند. خداوند می خواهد که به ایشان از آخرت بهره قرار ندهد و برایشان عذابی بزرگی است. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. آنانی که کفر را به ایمان خریدند هیچ ضرری به خدا نمی رسانند، برایشان عذابی دردناک است. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهین. کافران نباید فکر کنند مهلتی که ما به ایشان میدهیم به خیرشان است. ما به ایشان برای آن مهلت میدهیم تا بر گناه خیش بیفزایند
و برایشان عذاب اهانتبار است. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. خداوند مؤمنان را در حالتی نمیگذارد که در آن اکنون شما قرار دارید تا ناپاک را از پاک جدا کند. چنان نیست که خداوند شما را بر اسرار غیبی آگاه گرداند، مگر خداوند به این منظور از پیامبران خیش هر کی را خواهد برگزیند. پس به خدا و پیامبران او ایمان آرید و اگر ایمان آرید و پرهیزگاری نمایید برای شما مزدی بزرگ است. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر. آنهایی که بر آنچه خداوند از فضل خیش به ایشان ارزانی کرده بخل می‌ورزند نباید این کار را به خیر خیش پندارند، بلکه این به زیانشان است. به زودی در روز قیامت چیزی که به آن بخل ورزیدند طوق گردنشان می‌گردد. میراث آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بقاو که خداوند گفته آنانی را که گفتند واقعا خداوند نادار است و ما ثروتمند هستیم شنید. ما به زودی سخنانشان را و نیز عملشان را مبنی بر بناحق کشتن پیامبران را می نویسیم و برایشان می گوییم بچشید عذاب سوزان را. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. این به سبب آن اعمال نادرستی است که دستهای شما از پیش فرستاده است و خداوند هرگز بر بندگان خود ستمگار نیست. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. آنهایی که گفتند حقا که خداوند از ما عهد گرفته است که به هیچ پیامبر ایمان نیاوریم مگر آنکه قربانی را بیاورد که آن را آتشی از آسمان بخورد. بگو پیش از من نیز پیامبرانی با معجزه ها و با چیزی که شما خواستید آمدند. پس اگر به گفته خود صادق هستید چرا ایشان را کشتید؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پس اگر تو را تکذیب کردند پیامبران پیش از تو که با معجزه ها، موعظه ها و کتاب روشنی بخش آمدند نیز تکذیب کردند. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هر کسی مرگ را می چشد و شما بیشک مزد کامل خیش را در روز قیامت دریافت می کنید. پس کسی که از آتش دوزخ دور نگاه داشته شود و به بهشت داخل ساخته شود، چنین شخصی در واقع به مراد خیش رسیده است و زندگانی این دنیا چیزی جز متاع فریبنده نیست. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بیگمان شما در مالهای خود و در جانهای خود مورد آزمون قرار میگیرید و بیگمان شما از اهل کتب پیش از خود و مشرکان بدگویی بسیار میشنوید و اگر شکیبایی ورزید و پرهیزگاری نمایید، بیگمان این کار از امور شایسته و استوار است. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. و با خاطر آور وقتی را که خداوند از اهل کتاب عهد گرفت که آن را برای مردم به روشنی بیان کنید و احکام آن را پنهان ننمایید، پس آن را به پشت سر خود انداختند و در بدل آن بهای ناچیز خریدند و چی بد است چیزی که ایشان میخرند. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. کسانی که به آنچه کردند مینازند و دوست دارند که به کارهایی که نکرده اند ستایش شوند، پس ایشان را مپندار که از عذاب برکنارند، برای ایشان عذابی است دردناک. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر. پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند بر همه چیز تواناست. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واقعا در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز برای خردمندان نشانه هاست. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آنهایی که استاده نشسته و بر پهلوهای خیش دراز کشیده خداوند را یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین فکر می کنند و با خود می گویند پروردگار ما اینها را عبث نیافریده ای، پاکی تو، پس ما را از آتش دوزخ نگه دار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. پروردگارا بیگمان هر کی را تو به دوزخ دراری، حقا که او را رسوا ساختی
و برای ستمگران هیچ مددگاری نیست. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگارا، ما از دعوتگری شنیدیم که به سوی ایمان فرا می خواند و می گفت که به پروردگار خود ایمان آورید، پس ایمان آوردیم. پروردگارا، پس برای ما گناهان ما را ببخش، از ما بدیهای ما را بزدای و ما را با نیکوکاران بمیران. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا، چیزی را که به وسیله پیامبران خود به ما وعده کردی عنایت فرما و ما را در روز قیامت رسوا مگردان، حقا که تو خلاف وعده نمی کنی. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پس خداوند دعای ایشان را اجابت کرد که من هرگز عمل هیچ عمل کننده شما را از مرد یا زن ضایع نمی کنم. بعض شما از جنس بعضی است، شما از یکدیگرید. پس آنانی که هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من اذیت دیدند، جنگ کردند و کشته شدند، حقا که من از ایشان گناهانشان را می زدایم و ایشان را در بهشت‌های جا می دهم که در زیر درخت‌های آن جویبارها جریان دارد و این مزدی است از نزد خداوند و نزد خداوند بهترین مزدهاست. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. خرامیدن چند روزه کفار در شهرها نباید تو را فریب دهد. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. این بهره‌مندی اندکی است، سپس جای بازگشتشان دوزخ می باشد و چی بد جایی است دوزخ. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ولی برعکس برای کسانی که از پروردگارشان میترسند بهشت هایی است که در زیر درخت های آنها جویبارها جریان دارد، در آنجا ایشان جاودانه به سر میبرند و این مهمانی است از جانب خداوند و آنچه در نزد خداوند است برای نیکان بهتر است. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سریع الحساب. و یقینا در بین اهل کتاب کسانی اند که به خداوند و به آنچه بر شما نازل شده است و آنچه بر ایشان نازل شده به طور قطع ایمان می‌آورند، در حالی که به خدا فروتنی می‌کنند. ایشان آیه های خدا را در بهای اندک نمی فروشند. برای ایشان نزد پروردگارشان مزدی است. حقا که خداوند در حساب گرفتن سریع است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، شکیبایی ورزید، ثابت قدم باشید، از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید.